تمام خوبی هایی که قرار است در زندگی انسان آشکار شوند از قبل در ذهن الهی تحقق یافته‌اند و از طریق شناخت انسان یا کلام او آزاد می شوند. بنابراین او باید مراقب باشد که فقط ایده الهی را متجلی کند. بنابراین بیان صحیح خواسته های خود بسیار مهم است. کافی است به مدت 30 روز به این جملات تأکیدی گوش فرا دهید و شروع به خلق موفقیت خود کنید. پیروزی بزرگ منتظر من است. تمام ذره ذره وجودم را ایمان فرا گرفته است. از هر چیز عالی ترین را می خواهم و آن به من اهدا خواهد شد. این لحظه زمان مقبول است و امروز روز نجات من است. من و خداوند یکی هستیم. خداوند به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند. من در مسیر طرح الهی زندگیم در حرکتم و هیچ چیز تکانم نمی دهد. همکنون عشق الهی هر گونه اوضاع و شرایط نادرست را در ذهن، تن و امورم نیست و نابود می کند. می ایستم و نجات خدا را می بینم. او برای من جنگ خواهد کرد و پیروزی بزرگ منتظر من است. خدای بزرگ، راه را نشانم بده. اگر باید کاری کنم آن را بر من آشکار کن. هر پیشگویی کاذب ناپدید می گردد. من از دست دادن را نفی می کنم چون در ذهن الهی خسارتی وجود ندارد. اگر دری بسته شود خدا دروازه‌ای می گشاید. من بشارت‌های خوش شادمانی عظیم را به وضوح می شنوم. خداوند روزی رسان خستگی ناپذیر من است و برکاتش تمام نشدنی. امروز معجزه پس از معجزه خواهد آمد و شگفتی ها لحظه‌ای باز نخواهند ایستاد و بر آنچه پیش روی من است با اعجاب می نگرم. خدایا از لطف تو بسیار ممنونم. من هر بار منفی را به دست خدا می سپارم و خود بی خیال پرسه می زنم. من حتی در دل تاریکی نور را می بینم. بگذار همه آنچه که حق الهی من است همکنون به صورت بهمنهای عظیم فراوانی به من برسد. دیدگانم دیدگان خداست. من با دیده جان می بینم. من راه گشوده را به چشم می بینم. من بشارتهای خوش شادمانی عظیم را به وضوح می شنوم.